من روژنم. سلام، صبح بخیر. من روژنم. این اولین ویدیویی که دارم از خودم میزنم چنل یوتیوبم و چقدر سخته. ساعت 7:30 است. من دارم میرم سر کار. دستکشامو دستم کردم چون هوا سردتر از اینه که بدون دستکش بمونم. اونم سوپرمارکتیه که مرسی هر روز سعی میکنم ازش خرید نکنم به خاطر اینکه پولام تموم میشه. بچه هوا واقعا سرده. الان رفتم تو هواشناسی گوشیم نگاه میدم زده -1 درجه. رسما دارم یخ میزنم. احساس کنم الان که دماغم یخ میزنم. احساس میکنم نسبت به هوای همیشه تهران الان تمیز حساب میشه. همیشه خیلی کسی ولی این دور دورا. علیه سلام. منتظر اتوبوسم. امیدوارم که خالی باشه. اینجا جایی که برده خانه نوشته. بریم ببینیم چه خبره. میشه آسانسور انتخاب کنم. بریم ببینیم چقدر کوچیکه اینجا. بریم ببینیم این روز چه خبره. دیگه اگه همون کسی بود تو ویدیو اولم به بزرگی خودتون ببخشید. رسیدیم. بله. بخیر. صبح این برم بخیر. ساعت خواب ساعت هیچی. روشنمون نرزنیم. تایید شد. تایید شد. لایک. عاشق قسمتشم که باید اینو هم بزنیم تبدیلش به کف. حتی بگم تبدیلش به یخ انقدر سرده. Good life, good vibe. خب اینو کل کار من با اکسله. واقعا اکسل یه دنیاست. درسته من مثلا اکسل بلد نبودم. اینجا که اومدم تازه یه ذره اکسل یاد گرفتم. واقعا کار کردم با اکسل دوست دارم چون هر روز یه چیز جدید ازش یاد میگیرم. این دفتر کارامه. کارهای هر روزم توش می نویسم با تاریخ، مثلا 25ام، 26ام، 27ام، 28ام. اینجوری معتقدم که باعث میشه کارامو یادم نره به همشون برسم. هر کاری که انجام بدم اینجا تیک میزنم. بریم که ادامه کارمون رو انجام بدیم. سفارش بدیم. سلام، خسته نباشید. یه پیتزا مرغ میخواستم. نوشیدنی نمیخوام. مرسی.
خیلی ممنون، متشکرم. غذامونم که رسید، بریم بخوریم. واقعا دیگه گشنمه، نمیتونم اصلا صبر کنم. این شکلات کوچولو رو همکارم داد. ببین چقدر کوچولوه، اینقدر خیلی کوچولوه. بریم ادامه کارمون. یکی از کارهای من اینه که برم داروخونه رو چک کنم، تعداد داروها با سیستم و اینا. الان بریم برم چکش میکنیم. سلام، همگی خسته نباشه. زنوبر یا اورلیستات، همینه که اینجاست. زنوبر درسته یا اورلیستات؟ زنوبر. گلوکوواژ یا متفورمین، این هم همینه. گلوکوواژ همین؟ آره هم 30 تا. این از داروهای این بر. به 12 دایرکت همینه دیگه. آره فقط همین سه تاست. اسپری دهانی 5 تا. اوکی. قرص آفرودیت همین؟ آره فکر کنم دیگه پایمایی ندارم ازش. نه آره هرچی هستم. آفرودیت اینجا، 30 تا اینجا، وسواس 20 تا اینجا، 30 تا 20 تا 55 تا. این 55 تا آفرودیت. کار داروخونه تموم شد. ساعت الان زوم نمیشه. ساعت الان 5 دقیقه به 5. بقیه کارامون بیمه هاست. میریم که بیمه ها رو چک کنیم. بعدش هم دیگه میریم خونمون. فعلا مونده یه ساعت دیگه تایم داریم تا بریم خونه، ولی این بیمه ها رو باید چک کنم. خیلی مهمه. کلی هم بیمه داریم. داروخونه رو باید چک کنم. داروخونه همیشه بخش مورد علاقه منه. خب دیگه ساعت 5:45 و دسکتاپ و همه چی رو ببندیم و بریم خونه. جا چسبی اینجا. این خاموش. اینم بریم پایین. خب کلا من خیلی رو تمیزی و این چیزای اینجا حساسم. من همین همیشه قبل رفتنم میزم و دستمال میکشم که فردا صبح که میام تمیز باشه. اونم خاموشه. منظورم از اون کیس بود بچه ها. اینم یه دستمال بکشیم و خب اینم از این. من دوباره لباسام پوشیدم که بریم خونمون. انگوش بزنیم. تایید شد خروجمون.
امیدوارم که از اولین ویدیوی چنلم خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی، خدافظ. خب ما دیگه داریم میریم خونه. ساعت 15